د مالان میډیا ډیرو درنو لیدونکو سلامونه وخت مو بخیر هیله ده چې روغ جوړ خوشاله وئ درنو لیدونکو کابل کې د کتاب فروشۍ په اړه به تاسو ته معلومات وړاندې کوو په دغه راپور کې تاسو په کابل کې د کتاب فروشۍ په اړه دغه معلومات لیدلی شئ چې په نن وخت یو اوس په ورځو کې د کتاب پلور څنګه دی کسان کوم کتابونه زیات اخلي نو په همدې تړاو دلته موږ راغلي کتاب فروشۍ کې له یو ځوان سره به خبرې وکړو چې د دوی د کتابونو پلور څنګه دی په ورځو کې نو له دوی سره عملا خبرې کوو سلام بیادر خوب هستی بخیر سلام بیادر جان خوب هستین صحت شما خوب است در قدم اول خود به بینندگان عزیز معرفی کنید اسم طارق نیازی هستم یکی از همکارای کتاب فروش ها چطور است کاربار شما اگر کاربار معلومات کاربار ما الحمدلله خوب است خب نسبتا یک کمک بازارها کم داونتر است یعنی پایان از خرید فروش در این روزها قدر نیست دیگه چند نوع کتاب اگر درباره کتاب معلومات بدید کتاب های اینجا اکثر در بازار جوشی هر رقم کتاب است کتاب طبی است تعلیمی است دیگه هر رقم کتاب بخواین پیدا میشه خب جوانا کمیه کدام نوع کتاب زیاد خوش می کدام میگیرن فعلا به خاطر از اینکه پانتونا یا کمک رخصتی است فعلا حالا زیادتر از وقت امارت اسلامی آمده کتابای دینی زیاد فروشات زیادتر شده دینی زیاد شده بله خب کتابای عصری چطور است این روز کدام کتاب کتابای عصری مثلا دایسری کتاب چطور است فروشش در این وقتها کمتر است به خاطر از اینکه یک ذره شرایط هم تو شده که اقتصاد مردم ضعیف شده رو به کتاب این فرهنگ کتابخوانی کمتر شده نسبت به وقت دیگه ما خواهشمند هستیم از امارت اسلامی که بعض نمایشگاه کتاب در راه اندازی بکنن که جوانا به کتاب خواندن علاقه پیدا کنن باز کاروبار ما خوب میشه در بعض نمایشگاه شما اشتراک کردید چطور بود اونجا بعض نمایشگاه خرد کوچک شده که اشتراک کردیم خوب است سودمند است خب چقدر وقت میشه شما کاروبار میکنید تقریبا 15 سال 16 سال میشه که در کتاب زیاد سابقه داره بله سابقه داره خب سابقه خوب بود دیگه ما از امارت اسلامی میخواهیم که یک نمایشگاه کتاب را اندازی بکنه که جوانا یا همش به کتابخوانی رو بیاره نمایشگاه زیاد تاثیرات به حد به اندازه زیاد داره بسیار زیاد تشکر از شما درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې له موږ سره پاتې د کتاب د پلور په اړه به نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کړو نو هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست همدې سیمه کې له یو بل کس سره خبرې کوو چې دوی هم د کتاب پلورلو دوکان لري نو د دوی نه به هم د کتابونو د پلور په اړه وپوښتو چې څنګه د پلور یا د کتابونو د ډولونو په اړه څو ډوله کتابونه لري سلام بیادر خوب هستی بخیر بخیر باشین سلامت تشکر در قدم اول خود به بیننده های عزیز معرفی اسمم محمد منیر رحمانی هستم یک تن از کتاب فروشان جوی شیر چطور است کاروبار فروش کتاب الحمدلله کاروبار در عموما خود کاروبار نیست باز الحمدلله کتاب فروشی ما نسبتا خوبتر است خصوصا در کتاب مکتب و کتاب های تقویتی که بر مکتب های خصوصی میگیرن اداره خوبتر است کتاب دینی هم داری شما کتاب دینی هم داریم کتاب های دینی هم از روزی که امارت اسلامی آمده اداره خوبتر از فروشاتش از زیادتر شده بله قبل چطور بود قبل والا مردم یک ذره به کتابای دینی قدر چی نداشتن شوق علاقه زیادتر نداشتن به کتابای دینی به کتابای اصلی داشتن چون کتابای مطالعه کتابایی که انگلیسی بود و به کتابای دیگه چیزایی که کتابای دینی بود و به او قدر علاقه نداشتن جوانا کدام نوع کتاب زیاد خوش میکنن مثلا در این مورد اگه معلومات جوانا والا اکثریتش حالا خود در دوره امارت اسلامی دوره سابقه بود جمهوریت که بود که مردم زیادتر در بازار که میامدن من خودم رنج میبردم کتابای پیامک پرسان میکنن کتابای پرسان میکردن که شعرهای مزخرف داشت و بسیار چیزایی بود که
اصلا هیچ بر مسلمان هیچ خوب نبود که این کتاب را بخوانند و الحمدلله از بحث امارت اسلامی آمده جفتر جوانان کتابای دینی رو پرسان میکنن و در ضمن کتابای مطالعه خصوصا کتابای طبی رو پرسان میکنن، خصوصا کتابایی که تاریخی رو پرسان میکنن. جوانان خوب هستن پرسان میکنن این کتاب. قیمت هاست با چطور است؟ والا خود اصلا کاربار نیست، مردم خود همی کتاب فروشا نرخ کتاب پایان آوردن به حساب که از این خاطر. از این خاطر هستن. خب شما چقدر وقت میشه این کاربار میکنید؟ ما تقریبا 18 سال یا 19 سال از کتاب فروشی میشه. سالهای قبلا چطور بود؟ حال چطور؟ سالهای سابقه کاربار خوب بود. سالهای سابقه کاربار خوب بود. حالا الحمدلله که امارت اسلامی آمده، حالا ما شکایت نمیکنیم، باز نسبتا خوب است کاربار ما، شکر میکشیم نکار. فرهنگ مطالعه چطور است در این وقت؟ فرهنگ مطالعه والا کم است نسبتا از روزی که امارت اسلامی آمده. فرهنگ مطالعه کم است دوستا. چرا؟ دلیلش چیه؟ خب دوره که بود برنامه چی بود که نمایشگاه جور میشد، مردم تشویق میشد، می آمدن کتاب می خریدن. این بسیار لور داره دیگه. اینا لدی دوره که است قدر می دوره امارت اسلامی دی دوره قدر چی ندارن. خب این دوره هم نمایشگاه جور میشه، شما اشتراک میکنید که نه؟ اگر نمایشگاه جور شه، این کتاب فروشای ما چندین یک 20 روز پیشتر یک نمایشگاه جور شده بود، کتاب فروشای ما اشتراک کرده بودن. اشتراک خودم اشتراک نکرده بودم، همسایه ما اشتراک کرده بودن. زیاد مفید نمایشگاه. مفید است. خواست شما از حکومت و از مردم چی است؟ خواستم از امارت اسلامی است که باید بر کتاب فروشا نمایشگاه جور کنن که مردم در نمایشگاه اشتراک کنن که و شوق علاقه پیدا کنن بر کتابخوانی. خواست شما از مردم چی است؟ خواستم از مردم است که باید خصوصا از جوانان. از جوانان است که باید کتاب یک چیز رفیق دائمی خود بگردانه. کتاب یک چیز است که هر چقدر که بخوانی همه قدر برداشت خوب میشه و همه قدر برات مفید میشه. خواستم از جوانان است کتاب باید حتی یک چیز بگردانه که مثل رفیق خود دائمی باشه، که ایشان در جای یک محترم باشن، کتاب مطالعه کنن، اگر در خانه باشن، اگر در همراه فامیل باشن، یک برنامه داشته باشن که باید کتاب مطالعه کنن و بخونن. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. تشکر شما، زنده باشید. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې د کتابونو په اړه به نور هم ټول هغه معلومات درته وړاندې کوو چې نن او وخت یا اوس ورځو کې د کتاب پلور څنګه دی یا مشتریان څنګه دي، د مطالعې فرهنګ څنګه دی، دا ټول به نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کوو. نو هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې د کتابونو په اړه به نور معلومات هم تاسو وړاندې کوو. همدغلته یو دوکان کې موږ موقعیت لرو چې دوی هم زیات کتابونه لري. له حاجي صاحب سره به د کتابونو د پلور او د دوی د کاروبار په اړه وپلورو. حاجی صاحب سلام، چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر. و علیکم السلام برادر، خوب هستین؟ ان شاء الله سلامت باشین، خدا کنه که جور صحتمند باشین. الحمدلله ما جور هستیم، شکر. نام شما چی است؟ نام حاجی رفیع. چطور از فروش کتاب در این روزا؟ والا شکر بکشیم در که الحمدلله کار صافا و پاک است. ما در اینمی رزق و ریزی خود پیدا میکنیم، الحمدلله خوب است. این که به حساب به کتاب کس نمیخوانه و نمیخره دیگه توکل به خدا. کتابخوانی بسیار کم شده. ما سابق یک کتاب چاپ میکردیم به دوران کرزه، یک کتاب در تقریبا 4 ماه یا 5 ماه مکمل خلاص میشد. حالا ما یک کتاب چاپ میکنیم تقریبا در 4 سال و 5 سال میمونه. زیاد وقت میگیره. زیاد وقت میگیره. دل ما از چاپ بخی سیاه شده. حالا چرا زیاد وقت میگیره؟ یکی خب شما میبینیم که این اینترنت ها برآمده و تلویزیون ها برآمده، شوق مردم از کتابخوانی کم شده. کل کسون زمین فیسبوک به حساب تلویزیون ها است، کس کتاب چی میکنه؟ مشکل فرهنگ مطالعه هم ضعیف شده. فرهنگ مطالعه بخی ضعیف شده، هیچ کس کتاب نمیگیره.
دیگه ببینیم که چی میشه. ما یک تعداد کتابای داریم فضل خدا، کتابای دینی نسبت به دیگه کتابا زیاد میده، کتابای دینی رو مردم میبرن. اگر به حساب مدارس هست کتابای خصوصیشان کلگیشان از این مارکت ما میگیرن، خوب است کنوا بازارشان. و یکی کتابای سابق مکتب بود، حالا مکتب هم فضل خدا امارات که آمده کتاب به شاگردا پوره میته. اگر ما کتابای بدل چاپ کردیم، چاپ میکردیم، این که به حساب مردم نمیداشت او را میخریدن، حالا اونها امارات خودشون مکمل به شاگردای خود میته. حتما طبقه اونها سال نیست کتاب بخره و این بچه‌ها که هست قدر در کتاب شوقیام نیستن. و دوم دیگه باز کتاب خود امارات هم داده ایشان. شما کتاب از کجا میارید اینجا؟ ما کتاب خودمون چاپ میکنیم، کاغذ سفید میخریم، تقاضای مردم هر رقم کتاب باشه ما رقم کتاب چاپ میکنیم، او که قانونی باشه. چقدر مصرفی مثلا یک کتاب؟ ما یک کتاب داریم که در 1,50,000 پام چاپ میشه، تو کتاب داریم که در 10,000 هم چاپ میشه. فرق میکنه و حجم کتاب صفحاتش هست. چطور است مثلا جوانا کدام نوع کتاب زیاد خوش میکنه؟ حال هیچ کتاب کس خوش نمیکنه غیر می کتابای دینی ده. دینی زیاد خوش میکنه. کتابای دینی نسبتا زیاد خوش میکنه نسبت به سابقه. چی وقت میشه که شما کاروبار میکنید در کتاب فروشی؟ ما تقریبا یک 20 سال میشه که یا 21 سال 22 سال شده که عمده فروشی میکنم. پیش از که بود ما در سر دیوال پل باغمی هم کلینیک دندان که بود اونجا ما کتاب پرچون سودا میکردیم. با دیگه کتاب فروش هم شما روان میکنید کتابا؟ ما در کل ولایت‌های افغانستان روان میکنیم. کتابای مکاتب است، کتابای به حساب حل سوالات کتابای مکاتب جور کردیم، فیزیک عمومی، کیمیای عمومی. دیگه کدام کتاب مردم به حساب تقاضا کنه ما او را صرف سازا جور میکنیم که به مفید شاگردا باشه. ان شاء الله مورد بخشن روان میکنیم. کتابای انگلیسی هست یعنی؟ کتابای انگلیسی هم هست که از می کتابایی که اکسفورد چاپ کرده به کورسا اونها رو ما هم در مارکت خود داریم سوداگری میکنیم. داخل پیام شما به مردم و دولت چی است؟ پیام ما است که باید دولت ما اول در هر جای می کتابخانه‌ها را شروع کنه، به حساب یک چیز انجمن میگن چی میگن جور کنن که به حساب اونجا مردم شوقی کتاب خواندن شوه. و دوم ده باید در کتابخانه خود دولت رو مهم زیاد به خاطر زی داره که اینیا کوشش کنن که امتحان خود به حساب غیر از مکتب دیگه کتابای دیگر هم به حساب پیشنهاد به شاگردا کنن تا اینیا بتونن که به حساب کتابا را بخوانن. حالا از ما کتابای مکتب میگیرن و امتحانای از مکتبام که هست نمیفهم که چه رقم است. دل مردم خود دولت سرد کرده میره. حالا ببینید در مکتب بی ما بهترین مکتب است، اینجا چیز است که انصاری است. در این مکتبای ما که هست شاگردا که میای پرسان میکنیم که چه رقم است، اینیا میگن که ما هیچ معلم نداریم، تقریبا امروز 4 ساعت ما خالی بوده. چرا 4 ساعتشون خالی است؟ تباه میکنین مردم؟ چرا به حساب معلم نمیگیرین؟ کل مردم بیکار است، میگه معلم نیست که درس بده. وقتی که تو ماش میته چرا به حساب تقاضای درسشون نمیکنین؟ و اینی دولت موسک باید اینیا کوشش کنن که سازار ماش میتن درس از پیشون بگیرن. و در پالوی درس ما باید کتابای تقویتی، حالا بسیاری مکتب هست که میگن کتابای تقویتی میبرن، کتابای مکتبای خصوصی که باید اینیا کتابای از یک کتابم هم معلومات داشته باشه. خونه میکنه بدبختانه نمیفهم از دوران جمهوریت که می حالت مونده تا بال و نمو مردم است که درسشون ضعیف است. بسیار زیاد تشکر. سلامت خیر باشی. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې لمونږ سره پاتې د کتابونو په اړه به نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کوو. نو هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. لیدونکو ډیره مننه کوو. بیا هم ښه راغلاست. په همدغه سیمه کې له یو ځوان سره خبرې کوو چې دوی هم کوچنی دکان لري خو مختلف ډوله کتابونه پکې شتون لري. نه د دوی نه وپوښتو چې د دوی د کتابونو کاروبار څنګه دی او د دوی د کتابونو د نوو د چاپ کوم کتابونه چې چاپ کړي دي په تړاو هم پوښتنې ترې وکړو. سلام یادرز، خوب هستی؟ بخیر. سلام علیکم، وقتتان بخیر. خوبید؟ صحتمند بخیر. در خدمات اگر به بیننده های ما معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. نامم شیرولی نوریس، مدیر مسئول انتشارات درگام. بسیار تشکر. چطور است فروش کتاب‌ها؟ اگر در روزا چطور است فروش؟ والا فعلا قسم شرایطی است که ما شما خود ما بیننده هستیم، میبینیم مردم
به کتاب علاقمندی داره اما پیسه ندارم. دیگه بعض محصلین که وقت امتحانشان میباشه موضوع کتابشان میباشه میخرن. شما چند نوع کتاب دارید اگر انواع ما بحث کنید؟ چند نوع است؟ در بخش‌های مختلف بیش از 70 عنوان کتاب چاپی داریم که در اینمی اوایل آخر این تقریبا تعداد یک 8 عنوان کتاب را جدید به چاپ رساندیم. ایرا جدید چاپ کردی کتاب؟ جانا این کتاب‌های جدید است، مثلا بخش آموزش، بخش توسعه، کودک نابغه است، بخش ژورنالیست است، بخش روانشناسی، بخش استخبارات است. این کتاب‌ها را جدید چقدر میشه ایرا چاپ؟ تقریبا این یکش خوب بیخی جدید است، 2 روز میشه. این دیگه شام یک ماه شاید شود، این دیگه شام 2 ماه، این دیگه شام یک 3 ماه. کتابای کلا جدید است دیگه. مشتری شما چطور است؟ ایرا خوش می؟ کتابا خوب است، فعلا که هر کتابی که چاپ میشه 100 جلد 200 جلد فروش میشه. با دیگه مرور به زمان دیگه علاقمند پیدا میکنم میخره. شکر خدا. روزانه چند جل کتاب میفروشید؟ مختلف است دیگه، گاهی زیاد میشه گاهی کم. هر روز فرق میکنه. بله. چقدر وقت شما کاربار میکنید؟ از ما تقریبا 16 سال میشه. 5 سال میشه که 7 سال میشه که انتشارات جور کردیم. دیگه 17 سال میشه که رشته ما اینم کتاب فروشی است. شما این کتابا از کجا میارید اینجا؟ انتشارات های دیگه است که انتشارات های کلان است که از اونجا از خود این مرکز انتشارات جوشیر که از هر کتابخانه کتاب داره دیگه به حساب میریم موضوع میخریم وازما میخریم میاره به فروش میرسانیم. در آخر پیام شما به مردم و دولت چیه؟ پیام ما به جوانایی است که باید از کتاب هیچ وقت دوری نکنه، همیشه وقت کتاب بخونه، مطالعه کنه. کتاب یک دوست انسان است که هیچ وقت انسان را تنها نمیگذارد. و از دولت هم تقاضا داریم که مردم به کسب و کارش، به مکتب، پانتون، پانه که تازادانه به کتاب هم بخرن، پانتون هم برن، دلجم پانتون خود بخونن. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو د کتابونو په اړه به نور معلومات هم تاسو ته وړاندې شي، نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې د دې راپور تر پایه له موږ سره وئ. درنو لیدونکو په دې راپور کې تاسو ولیدل چې دلته مختلف ډوله کتابونه شتون درلود او د دوی کاروبار هم د پخوا په شان یو څه کمرنګه شوی و. نو تر بل راپور پورې مو زه نصرت الله خوشحال په لوی او بکونکي راسپارم. هر چیرته چې یاست ښاد آباد او خوشحاله اوسئ.